بزن ورق و نامه هم بزن ورق بزن ورق بزن ورق و نامه هم بزن کتاب را باز کن درس تازه را آغاز کن آواز کن کتاب را باز کن درس تازه را امیدوار هستم به جور و سرمند و سرحال باشیم. شاگردان عزیز، شما در صنف هفتم و هشتم و نهم شما راجع به مضامین تاریخ و جغرافیا معلومات کافی را کسب کردید. در صنف دهم یک مضمون جدید شما به نام جیولوژی میخوانید و قبل از اینکه شما این مضمون را بخوانید باید در ارتباط خود مفهوم جیولوژی بعضی موضوعات اساسی را شما باید بفهمید. خب، جیولوژی از دو کلمه گرفته شده، جیو به معنی زمین و لوژی علم زمین. البته خود بحث جیولوژی روی تشکیل زمین، عناصری که زمین تشکیل کنه، طبقات زمین و روی هر طبقه بحث میکنه. البته شما میفهمین که زمانی که ما شما به یکی از ولایات یا جاهای سفر میکنیم میبینیم که ما شما دشت ها، کوه ها، صحراها، دریاها، خیلی چیزایی که در طبیعت به چشم ما میخوره شاید شما تصورش هم نکنیم یک منشی مشترک داره. ما در این درس میخوایم ابتدا سر خلقت کائنات و نقطه اولیه که جهان از او شروع میشه و بعدا به این شکل فعلی تبدیل میشه سر از اون بحث کنیم. بعدا وقتی که ما شما آمدیم روی پیدایش سیارات چون که سیارات دیگه مربوط جغرافیا میشن، ما فقط میریم به زمین و روی تشکیل زمین و همچنان عناصر تشکیل دهنده زمین باز بحث میکنیم. ابتدا میریم به طرف پیدایش جهان که از کدام نقطه شروع میشن و کدام شکل بودن. خب، با گفته بعضی از علمای اسلامی در حدود 123 میلیارد 200 میلیون سال پیش نه زمینی بوده، نه زمانی بوده، نه جانداری بوده، نه جمادی بوده، نه چیز مایع بوده، نه چیز گاز بوده. تصور کنین یک سفر فکری کنین، هیچ چیزی در جهان نبوده، فقط خداوند بوده. و در قرآن کریم آیاتی هست که بعد رو برای شما ما در ویدیو نشان میدیم که خداوند در قرآن کریم میگه که فقط خدا بود و با او چیزی نبود. اون مسئله را که فقط خدا بوده و با او چیزی نبوده، یعنی ابتدایی ترین نقطه کائنات، این در حدود 123 میلیارد و 200 میلیون سال پیش این تخمین میزنن. البته این موضوع را فقط یکی از علمای اهل تشیع مرتضوی حسین مرتضوی در کتاب خود البته ذکر کرده. خب، پس در حدود 123 میلیارد و 200 میلیون سال پیش هیچ چیزی نبوده. خداوند اینجا تصمیم میگیره که جهان بیافرینه. پس اونجا ماده نبوده، هیچ چیز نبوده، فقط خداوند میگه که کن فیکون، میگه شو باش، پس می باشه یا می شود. پس ببینیم زمانی که خداوند امی فعل امر صادر میکنه، اینجا کدام مخلوقی نبوده که مواد از کدام مخلوق از کدام چیزی دیگه ساخته شده باشه. این ایجاد میشه با فعل کن. یعنی اینجا هیچ علم ثابت نمیتونه که امو ماده اولیه از کدام از چی پیدا شده. البته این تفکیک شده که از کدام عناصر ساخته شده بودن، یعنی در ترکیب ماده اولیه کدام عناصر بوده، اما ایجادش، ابتدای شروعش از مواد دیگه هیچ در علم هنوز تفکیک نشده. از همین خاطر پیروان مکتبایی که مثلا خود لیلن یا کارل مارکس اینا به این عقیده بود که این ماده خود به وجود آمده، که کائنات از این وجود آمده، اما علمای اسلامی بر از این نمو جواب کن فیکون داره. پس ببینیم اون ماده به کدام شکل بوده و چطور رشد میکنه. ببینیم زمانی که عنصر اولیه پیدا میشه، امو ماده اولیه را که خداوند به فعل کن میگه که کن و میشه، یا میگه پیدا شو میشه،
او از 4 عنصر تشکیل شده: هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و کربن. و ایران ما میتونیم در زمین متوجه شویم که اکثریت چیزایی که در زمین وجود داره از این عناصر پیدا شده. مثلا براتون میگم، شما ببینید ما در زمین یک CO2 داریم، یعنی کربن دی اکساید داریم. شما ببینید هر چیزی را که آتش بزنیم از خود CO2 خارج میکنه. اگر اکسیژن در ترکیب از اون نباشه و یا کربن در ترکیب از اون نباشه، پس اون CO2 تشکیل نمیشه. یا مثلا براتون میگم، شما کیمیای عضوی صنف 9 هست، صنف هست، شما کیمیا را که میخوانید در تمام بخش کیمیا CH با رابطه مختلف مواد مختلف میسازن، میتون CH. پس این به این معنی است که اینی CH یا کربن هیدروژن در این طبیعت بسیار نقش اساسی را داشته. یا هوایی را که تنفس میکنیم از اینی عناصر تشکیل شده، هوا از عناصر هلیوم و اوزون و بقیه که هم از این تشکیل میشه. اما در این طبیعت 118 عنصر وجود داره. تمام از تغییرات و تکامل اینی عناصر اولیه به وجود آمده. شما ببینید اگر ما یک سنگ تجزیه کنیم و موادی که از او ساخته شده دوباره برمیگردیم به اینی عناصر، پس ترکیب از اون طبعا که هیدروژن است، طبعا که اکسیژن است، طبعا که کربن از ترکیب از اون غیر از اون سنگ ایجاد نمیشه. خب پس سوال اینجاست که وقتی که جهان به این شکل پیدا میشه و او اندازش چقدر بوده؟ خب علما میگن که امی قدر گپی را که ما شما زدیم در حدود 5 دقیقه شاید شده باشه. دینامیت 5 دقیقه میلیون ها کیلومتر به حجم جهان افزوده شد. دلیلش شما ببینید جهان در حال گسترش است. پروفسور هاوکینگ در لندن این نظریه را داد که قانون انبساطی انقباضی یعنی جهان بزرگ میشه. داده که در قرآن کریم 1400 سال پیش ذکر شده که و سما بنینا حاویت ما این لموسیون، یعنی ما آسمان را با قدرت خود برف داشتیم، گسترش شدیم. پس شما اینجا تصور کنید وقتی یک چیزی گسترش پیدا میکنه به این معنا که در اول خرد بوده و بعدا بزرگ شده میره. پس این که بزرگ شده میره یک روزی دوباره به حالت اولی میاد که در این باره در قرآن کریم خداوند میگه که والسماء ذات الرجع، قسم به آسمان برگردنده به حالت اولی. البته یعنی فکر شما تصور کنیم که جهان به مثل یک توپانه است. ابتدایش خیلی خرد است، بعدا فرض کنین 6 دفعه پفش کردیم، یعنی 6 دفعه هوا به این وارد کردیم، اونمو در یک حدی بزرگ میشه، بعدا هفتم هشتم نهم تحمل نداره، بالاخره توپانه به حالت اولی خود برمیگرده. و در قرآن کریم چندین جای گفته شده که اگر در آسمان در روز قیامت در آسمان درها ایجاد میشه، یعنی اینمی آسمانی که ما شما کائناتی که داریم در بین ازی فقط خداوند نیروی جاذبه و دافعه را اینجا خلق کرده. زمانی که نیروی دفع و جاذبه از بین بره یا یک سوراخ درهای ایجاد شود، این نظام کائنات برهم میخورد. خب دوستان عزیز، به خاطر از اینکه ما شما اون ملاحظه که در اول بوده و ایره چگونه انفجار پیدا میکنه و اوایاتش ما رو برای شما در ویدیو و شکل اساسی نشان میدیم که شما ببینید، همون تصور کنید که در نقطه که بزرگ میشه به کدام شکل بوده. خب میریم ویدیو را تماشا میکنیم. خب شاگرد عزیز، شما میبینید اینجا آیت است که خداوند بود و با او چیزی نبود. البته اونمون نظریه قبلی را که براتون گفتم که در حدود 123 میلیارد بیشتر از اون. اینمی زمانی است که هیچ چیزی در طبیعت وجود نداره، اصلا خود طبیعت هم وجود نداره. و بعد از این ببینید در این نقطه اینجا وقتی خداوند اراده خلقت چیزی را کنه فقط میگه که شو و میشود. پس اونمو ابتدایی که خداوند ماده سبز اولیه را پیدا میکنه و نقطه‌ای که بازو به شکل انفجار بزرگ یا بیگ بنگ میشه به این شکل بوده. شما دوباره میتونید ببینید نقطه بزرگ شدنش به این شکل بوده، یعنی از نقطه اولی شروع میشه و منفجر میشه به این شکل. خب ببینید در این قسمت هم در قرآن کریم یک آیت است که
اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. اینجا میگه آیا کافران ندیدن ما آسمان و زمینی که با هم پیچیده بود بازش کردیم. شما ببینید دینمی ویدیو اگر توجه کنید، آسمان با هم پیچیده را باز کردن او فقط به یک فشار یا یک فشار فوق العاده ضرورت داره که ما او را میتونیم امو بیگ بنگ یا انفجار بزرگ ببینیم که اگر تصورش کنیم به می شکل بوده. ببینید آسمان زمینی که با هم پیچیده بود بازش کردیم دقیقاً بینمی حالت میشه و بعد از این ذراتی که در فضا پخش میشه توسط نیروی جاذبه و دافعه اونا با هم یعنی ذره‌ای که بزرگتر از ذرات کوچک با هم میگیره و از یک ابر سحابی تشکیل میشه. بعد از ابر سحابی نیبولاها تشکیل میشه. شما ببینید این قسمت این ابرهای رنگی را تصور کنید که به شکل یک نیبولاست و بعدا نیبولاها باعث میشه که در داخل از اینا یک نیروی عظیم جاذبه جور شود و باعث تشکیل کهکشان‌ها میشه. کهکشان‌ها به مرور زمان از خود وقتی که به گرد خود میچرخند از خود بازوهای ایجاد میکنه. از اثر ایجاد بازوهای کهکشان‌ها ما میتونیم که در کنار بازوهای کهکشان‌ها منظومه را ببینیم و بعدا منظومه ها ستاره ها با جاذبه خود میتونن که در مدارهای مختلف سیارات به وجود بیاره. سیارات با اثر فشار جاذبه‌ای که داره اونا میتونن اقمار را در اطراف خود در یک مدار معین نگاه بکنن. پس اینمی است که نظام کائنات یعنی خود به خود به وجود نامده به اثر واژه کن فیکونی که خداوند ابتدا میگه و این را به شکل اتوماتیک خلق میکنه. یعنی خلقت در کل به شکل مشابه و اتوماتیک است. خداوند ماده اولیه را خلق میکنه، بر از او همون توانایی را میده که بعدا اینمی اجرام سماوی دیگه از این خلق شود. شما ببینید در اینجا زمینی وجود ندارن. این یک سفر است که ما از طرف بیرون به طرف زمین میریم. شما ببینید که ما در خود کره زمین در داخل کهکشان بسیار در یک منطقه دور افتاده حتی معلوم نمیشیم. شما ببینید داخل کهکشان رای شیری آمدیم در بازوی جبارش که هنوز هم معلوم نمیشه زمین. داخل منظومه شمسی شدیم، در سیومین مدار آمدیم و اینجا بعد از بسیار که پیش میاد کره زمین و ایام به کره زمین میرسیم. پس ببینیم اگر ما معکوس این سفر فکر کنیم، از زمین میریم به منظومه، از منظومه میریم در بازوی جبار کهکشان رای شیری، از کهکشان رای شیری میریم با مو داخل ابر نیبولایی که ما قرار داریم، از اونجا دوباره به نقطه میرسیم که در اول از اون نقطه شروع شده بود. پس اگر ما شما برعکس در داخل یکی از این درختایی که شما تصویر دیدین اگر بریم، فرض کنیم اگر این درخت انار باشه و داخل انار دانه ها است، داخل دانه ها موادی است مثل هیدروژن و کربن یا از این عناصر، در داخل عناصر اتم ها و مولکول ها است، داخل مولکول ها دوباره میریم به هسته اتم میرسیم، در داخل هسته اتم کوارک است. یعنی ما داور گفتیم طبیعت به شکل مشابه و اتوماتیک خلق شده. خب اینجا و سماع بنیناها بیدم و انا لموسیون، ما در نقطه که انفجار بیگ بنگ رخ داده بود برای شما اشاره کردیم، زمانی که انفجار رخ میده به این شکل و جهان گسترش پیدا میکنه که را بعدا فیزیکدان به نام هاوکینگ ثبوت کرد که جهان در حال گسترش است و در قرآن کریم در 1400 سال پیش این موضوع ذکر شده که و سماع بنیناها بیدم و انا لموسیون. خب شاگرده عزیز شما فهمیدین ابتدای خلقت و بعدا گسترشش به کدام شکل بوده. حالا ما برای شما بروی تخت میریم و همو اجرام سماویی که تشکیل شده در اثر این انفجار و او را برای شما به معرفی میگیریم و با کره زمین. خب شاگرد عزیز، اجرام سماویی که در اثر بیگ بنگ به وجود آمدن ما او را برای شما معرفی میکنم. یک، نیبولاها. نیبولاها ابرهای بزرگی هستند که در فضا به شکل گسترده وجود داره و به شکل رنگ‌های مختلف میباشد که او از یک مواد کوچکی به نام سحابه تشکیل میشه که بعدا سحابه ها در اثر یکجا شدن از او سیارات ساخته میشن. و کهکشان کوچکتر از نیبولاها است و در داخل هر نیبولاها چندین هزار کهکشان وجود می داشته باشد و کهکشان دارای یک نیروی مرکزی می باشه که در وسط هر کهکشان یک سیاهچاله بسیار بزرگ قرار دارد. در بازوهای کهکشان ستاره‌های زیادی واقع شده که بازو ستاره از خود سیارات داره و در پهلوی سیارات قمرهای مختلف در حال چرخش می باشند.
بعد از کوچکتر از کهکشان ما منظومه داریم که ما نمونه از این ما میتونیم منظومه شمسی رو بگوییم. منظومه کوچکتر از کهکشان بوده، دارای یک ستاره مرکزی می باشد و سیارات و اقمار به گرد مو ستاره مرکزی وجود در چرخش می باشد که یک منظومه شمسی است که آفتاب در وسطش و سیارات به گرد آفتاب می چرخد. از اون بعدش کوچکتر از منظومه ما ستاره داریم که ستاره ما میتونیم خود آفتاب یک ستاره است، از خود نور حرارت کافی دارند، سیارات به گرد خود میچرخانند. یعنی آفتاب نور حرارت کافی داره، علت نورانی بودن آفتاب هم تبدیل هیدروژن به هلیوم است و این هر سانتی متر آفتاب معادل 600 گروپ ساده که ما در خانه داریم روشنی تولید میکنه. البته حرارت بیرونی 6000 درجه سانتیگراد و داخلیش 16 میلیارد درجه سانتیگراد است که قسمت کروناش کمترین حرارت و قسمت کروموسفیرش بیشترین حرارت داره. از ستاره به پایین ما شما سیاره را داریم که سیاره کوچکتر از ستاره بوده، در یک مدار معین به گرد ستاره میچرخه، از خود نور حرارت کافی نداره، نور حرارت خود از ستاره میگیره که مثلا سیاره زمین یا عطارد زهره از زمین علاوه از این 5-6 سیاره دیگه هم هست، هائومیا، سرس و این سیارات. بعد از اون قمر است. قمر کوچکتر از سیاره بوده و به گرد سیاره میچرخه. ببینید یگانه قمری که ما شما میبینیم با چشم عادی قمر زمین است به نام مهتاب. او در یک مدار معین به گرد مهتاب میچرخه. البته باز خود زمین با مو مهتاب خود به گرد آفتاب میچرخه. از اون بعدش آسترویدها داریم. شما ببینید بین مریخ مشتری بزرگترین حلقه آسترویدها قرار داره. آسترویدها در حقیقت سنگ‌های بزرگ فضایی هستند که به ابعاد مختلف، شاید اندازه قاره آسیا، شاید اندازه کابل، شاید اندازه افغانستان به این اندازه است. اما دلیل از این او سنگ‌ها در فضا جاذبه مشتری و زحل است و او سنگ‌ها که به زمین هم نمیاد. دلیلش است که جاذبه مشتری، خود مشتری یعنی در داخل مشتری فرض کنیم اگر کارتن باشد 13 تا زمین در او جای میشه. پس به این معناست که به مو اندازه جاذبه داره و به نام جاری برقی منظومه شمسی یاد میشه، چرا که هر سنگی که به طرف زمین یا سیاره دیگه بره او را مشتری به طرف خود جذب میکنه. این آسترویدها بیشترین بین مریخ و مشتری قرار داره. میترویدهای سنگ‌های کوچک فضایی است که بر دو شکل است، فلزی و سنگی، که میترویدها و زمانی که به زمین برخورد میکنند در طبقه اوزون زمین اونا از بین میره. البته روزانه سالانه در حدود 20 میلیون کیلوگرم میتروید به زمین برخورد میکنه، اما دلیلش که اینا به زمین نمیره، در اون طبقه بالا در طبقه اوزون و شکل در میگیره و از طرف شب در آسمان صاف او مشاهده میشه. سیاه‌چاله‌ها در مرکز کهکشان‌ها میباشه و بسیار قدرت نیروی عظیمی داره و هر سیاره و هر چیزی که در مسیر از او قرار بگیره او را خرد میکنه. البته اون نیروی سیاهی که در داخل از او است فعلا سرجو تحقیقات جریان داره و هیچ دانشمندی نتونسته بفهمه نیرو یا انرژی تاریک، ماده تاریکی که بین سیاه‌چاله او چی است و نوعیت از او تمیز مشخص نشده. بعد از ستاره دنباله‌دار شما ببینید ستاره دنباله‌دار در حقیقت یک توده یخ است. زمانی که از آفتاب دور میشه و شکل یخ در میاد، زمانی که به آفتاب نزدیک میشه همون که یخ‌های از ذوب میشه، بخاراتی که از پخش میشه در فضا نور رو منعکس میکنه و به شکل یک دنباله‌دار معلوم میشه. ما در منظومه شمسی یک ستاره دنباله‌دار داریم به نام ستاره دنباله‌دار حالی که او در سال 1374 هجری شمسی از افغانستان عبور کرده بود، البته از سر کره زمین، و 34 سال بعد دوباره به شاید در سال 1408 یا 1410 دوباره به افغانستان بره. خب شاگرد عزیز، این بود از اثر همون موادی که محصول بیگ بنگ و انفجار بزرگ بود و کل کائنات در حقیقت به کل کائنات علمی چیزا وجود داره. البته خارج از این اشیاء نامرئی وجود داره که او جزء جغرافیا نمیشه و بخش عقیدتی است و امیدوار هستم که از درس شما چیزی یاد گرفته باشیم. تا جلسه بعدی شما را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. شاد و موفق باشید.